سیمای مستقل یکم تاکشو روبرو پاندемия فکر جوانان را تغییر داد یا نه؟ السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم. این برنامه روبرو است، این تاکشوی روبرو است که ما برای جوانان منبر میدیم و ما در آغاز سال 2022 تصمیم گرفتیم که وابسته به پاندمی که ما اثر گذراندیم حرف زنیم که فکری ما رو تغییر داد یا اینکه نه ما جوانان رو. عموما مناسبت ما به زندگی، با پرابلم، با دستاورد جوان ها چگونه بود و چگونه شد. از این نقطه نظر ما در استودیو دعوت کردیم دانشجویان را از دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته بیولوژیا و شیمی در منبر بحث قرار دارند زیبا ارزولایeva و همچنین سعید اعظمخان صدیقov. جوانان را شما را خوش آمدید میگم و امید میکنم که یک بحث جالب خواهیم کرد در مورد پاندمی. فکری ما تغییر داد یا اینکه نه؟ اگر ها چگونه؟ برای بهبودی یا اینکه نه؟ حرف میزنیم و فکری جوانان را کارشناسی میکنن آموزگار همین بارگاه سعیدزاده مشرف سعید، نامزد علمهای پداگوژی، معاون دکان اوید به کارهای تربیتی فاکولته بیولوژیا و شیمی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov. معلم شما را خوش آمدید میگم. خب جوانان عزیز، قبل از آنکه که ما بحث رو آغاز کنیم ما از جامعه، از تمام طبقات جامعه پرسان شدیم که عموما پاندمی برای شما یگان سبق داد یا اینکه نه؟ فکر شما رو تغییر خورد فکر شما یا اینکه نه؟ گفته یک پرسش افکار آمدیم بیاید اون رو شاهد میشیم، بعدا بحث رو آغاز میکنیم. مرحمت. گیگین شخصی حتمی بوده برای هر چی فرزند داده باشد، چی کلان داده چی اصلا باید کلان سولا را مقصد کی یعنی شما خودتان شاهد شدین دیدین که مقصد اول کلانو را همین پاندمی همه درس شده. احتیاط کردن در کار، وقتش به دستانو شستن در کار، آبی خنک ننوشته آبی گرم نوشیدن در کار، ماسکارو و یک کرته ماسکارو پوشیدن در کار که جای جمعیتی و با همدیگر مسافر رو رعایت کردن، 1.5 متر رعایت کردن در کار. البته تازگی رعایت کردن در کار، گیگین شخصی رعایت کردن در کار، تازگی دستای صابون کردن، همه چیز کردن در کار، ناز کردن نمیره همه شما وای میکنیم، همه یاد میتیم، همه کسانی هم شخصا نزدیک بیام میگوییم دیگر روی همین وای میکنیم که با همین واکسینه گیرن و کسال نشوند. همه یکمش همین که احتیاطی همین انسان خودمون مثل احتیاط شدیم و احتیاط شده گردیم همین. این بهت نقش که تازه آزاده گشتن در کار ده برای همون. یکمش این که من با هر خیل پانیکه ها باورم نیست، عقیده نمیخیر، کسان نمیشم گریدگر دلتوم یگان چیز نمیگرید، دلتوم گریدگر کسان میشوید. چی درس نیو؟ واکسینه گفتیم، احتیاطی گفته همین. از پاندمی همه خیلی سبق گرفتم که یعنی کلی مردم یعنی با تازگی بیشتر رعایت کردن و مسئولیت خود را بیشتر حس کردن. برای آنکه آدم روزی گذشته خود را نمیداند، فردایش را مقصد نمیداند، هر یک انسان باید به قدر وقت و زمان به قدر عمر خود برسد. پیشگیری همین بیماری‌هایی که شده است یعنی نقاب کردن از آنتیسپتیک ها استفاده بردن باید برای ما شرط و ضرور است. بله سبق گرفتیم، یعنی به قدر آزادی رسیدیم. اولا باز حیات سالم رو هر لحظه مثال آموختیم. بله از پاندمی برای خود درس گرفتم، زیرا یکدیگر رو نبینی این خیلی بد است. خب تشکر زیاد. چون ما شاهد بودیم فکرها مختلف بودن و برخی گفتن که از پاندمی چیزی گرفتیم. به هر صورت این خلاصه خودی نفرانی که پاسخ گفتن. بیاید من سوال رو برای شما این گونه واگذار کنم که مناسبت شما با پاندمی پیش از پاندمی چگونه بود و بعد پاندمی چگونه شد؟ تغییر خورد یا اینکه نه؟ مرحمت قهرمان ها. خب مناسبت ما جوانان پیش از پاندمی چنانه که گفته شد در اول نه اونقدر با تازگی زیاد گویم رعایت میکردیم. بعد از پاندمی باشد ما فهمیدیم که این چگونه بیماری است و هر چقدر کوشش کردیم با تازگی رعایت کنیم، با گیگین شخصی خود رعایت کنیم و دیگران رو نیز گفتیم تو گیگین شخصی خود رو نگاه دارن، چون که سلامتی ملت این سلامتی جامعه می باشد. تشکر. زیبا شما چی میگید؟ من نیز به عقیده آنها همراه می شوم، یعنی
پاندمی با ما سراول ما نه اونقدر به سلامتی خیش اعتبار ظاهر می نمودیم ما سبکارانه یعنی به گیگین شخصی نه اونقدر چطوری که ما میدانیم اعتبار ظاهر نمی نمودیم بعد از آن که پاندمی شد ما با تازگی خیش به اطرافیان خیش اعتبار ظاهر نمودن را آموختیم و برای جامعه هر یک فردی که برای میخواهد که جامعه سالم را بیند یعنی آینده پر نور خود را دیدن میخواهد به این قاعده های یعنی به قاعده های تازگی گیگینی اعتبار ظاهر نموده خود و اطرافیان خود را محافظ می نماید. تشکر. خب آنچه که من فهمیدم پیش از پاندمی ما نه اونقدر به سلامتی و تازگی اعتبار میدادیم و پس از گذشتن پاندمی ما بیشتر اعتبار ظاهر کردن را آغاز کردیم. تشکر. باز الهه دیگر هست بچه‌ها مرحمت از شما. فکری ما چگونه تغییر خورد؟ فقط نسبت به سلامتی و تازگی یا اینکه چیزهای دیگری بود که ما فکر ما دیگر شد یا اینکه مناسبت همون یا اینکه نگاه همون دیگر شد با مرحمت. سراول پیش از پاندمی ما با چطوری که اینا بیان کردن به قاعده گیگینی نه اونقدر رعایت میکردیم و این پاندمی برای ما یک درس شد که نه تنها برای بیماری ها در زمان کووید 19 یعنی برای از دیگر بیماری ها خود را ایمن نگاه داشتن قاعده و شخصی گیگینی را رعایت باید کرد. تشکر. آیا واقعا بعد پاندمی مناسبت ما با تازگی تغییر خورد یا اینکه نه؟ با تازگی با گیگینی با سلامتی تغییر خورد. یعنی همه جوانان تغییر خورد از اون همه یا اینکه نه؟ ما تازگی را در نه تنها برای خود برای خانه را تازه آزاد نگاه می‌داریم اطرافیان را گرد اطرافی خانه را جمعیت را نیز در جاهای جمعیتی نیز تازگی را رعایت کردن ما لازم است برای همین این خیلی پاندمی به ما بسیار چیزها را آموزاند. ببینید آیا واقعا ما سلامتی دیگرها را احتیاط میکنیم؟ اگر ما حالا برای شما گویم که مثلا حالا هم در کوچه ها هستند جوانانی که پرتو رو میپرتند با پرتو گوه نمیود در کوچه هوا میدهند یا اینکه هستند نفرانی که نقاب نمیکنند گویم شما باور میکنید یا اینکه نه؟ هستند. پس چرا ما گفته ایستادیم که فکری ما رو به پورگی تغییر خورد؟ بعضی شهروندانی هستند که مثلا جوانان از آنها بعدی واکسن گرفتن آنها فکر میکردن که آنها آن کس فکر میکردن که دیگر بیمار نمیشوند و آنها به نقاب به محلول های آنتیسپتیکی استفاده نمیبرند و از همین سبب آنها میخواستند که نزدیکان و خویشاوندان خود را از این بیماری ایمن نگاه دارند. باز چی الهه دیگر هست بچه ها؟ اگر ما را تغییر داده باشد پس چرا حالا هم پرتو را میپرتویم به جاهای مقرر شده نمو به جای دلخواه جایی که میخوایم هوا میدهیم قوطی ها رو پرتو ها رو میپرتویم چرا این گونه است؟ برای آن که شخص تا خودش همون بیماری و گرفتار نشود تا چه اندازه مرگاور بودن این بیماری را درک نمی کند. شخصی که به کووید 19 گرفتار شده است و صحت یافته است علاقه به قدر زندگی خود می رسد. لیکن شخصی که یگان خویشاوندش یا یگان نزدیکش به این بیماری گرفتار نشده است به پورگی درک نمی کند و با بی‌پروایی یعنی فکر می کند که این بیماری می گذرد یعنی به عائله یگان خیل دخل ندارد. یعنی این از بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی جوانان درک از بی‌مسئولیتی. ببینید گپ سری کووید 19 هم نیست. مثلا اگر دستی ما چرکین باشد ما میتوانیم که با دیگر بیماری ها نیز مبتلا گردیم نه؟ خب این از بی‌مسئولیتی از به فکر شما. یعنی ما نه اونقدر مسئولیت رو حس میکنیم. جوانان گفتم ما خودمون رو در نظر داریم درست است یعنی که ما جوان ها هستیم از این نظر نه همه ما درک میکنیم که خودی من در اول فکر میکردم که این بیماری وقتی در خطاب پیدا شده بود که فکر میکردم این به تاجیکستان نمی آید. وقتی که علاقه در شهر خوجند و دوشنبه قید شد ما خودش ناحیه فکر میکردم که به ناحیه نمی آید. بعدتر در مرکزی ناحیه نیز پیدا شد باز فکر میکردم که به دهه نمی آید. وقتی که در دهه ها نیز یک چند نفران گرفتار این بیماری شدند فکر میکردم که به خویشاوندان مگو خیلی تاثیر نمیکند زیرا تا سرعت به نفته نمیفهمی میگوید که فهمو. خب بیاد این گونه میکنم کی یگان پیوند یا یگان خویش یگان شناسش رو از دست داد در دو سالی پاندمی از سال 2000 آخر 19 تا 21 آخر 21 هست بین ما نفرانی که یگان پیوندمون رو از دست داده کی و این آیا برای ما سبق نشد؟ کی مثلا سبق شد. چگونه سبق؟ تنها نسبت به سلامتی و گیگینه یا اینکه باز چیزهای دیگری هست؟ این وقت را قدردانی خویشاوندان را برای ما یاد داد. وقتی که تو یک شخص
شخصی نزدیک خیش را از یگان بیماری دست می‌دهد این خیلی درگوار است و هر وقتی که تو اون شخص را یاد میکنی اونها دیگر بر نمیگردن. اون وقت ساعتی که گذشت و گذشت. برای همین من از این فرصت استفاده برده مصلحت میدادم که به اون قاعده هایی که از طرف دولت به ما جوانان واگذار گردیده است به اعتبار نشویم. زیرا میتوانیم در یک ثانیه شخصی نزدیک خود را از دست دهیم. تشکر. بینید یعنی شما گفتنی هستید که یکی از پیوند یا یکی از نزدیکی خودمون رو از دست دادن هم برای ما سبق شده میتواند، نه اینکه فقط جای ما درد کند و ما به دکتر رویم. درست است؟ مثلا وقتی که مادری ما فرزندی ما بیمار میشود یا اینکه خواهری ما بیمار میشود خواه نخواه دلی ما هم چیکار میکنند؟ درد میکنند. از این نقطه نظر خب منظور پیشنهادی برنامه همین هست که آیا فکری ما تغییر خورد به سلامتی و به دیگر چیزهایی که وجود دارد در زندگی یا اینکه نه. و باید قاید کنم برای بیننده ها که واقعا بچه ها نگویند که با همه اشتراکچی ها بینقاب نشستند و از پاندمی از تازگی حرف میزنند، چون تلویزیون زیبایی را خواهش میکند میخواهد و چون چهره باید باشد در تلویزیون. از این نقطه نظر ما خواهش کردیم که از جوان ها نقابهایشان رو گیرند. خب معلمت بید من از شما سوالگزاری کنم که اصلا از اندیشه جوانان برای خودتان چی گرفتید؟ جوانان تا کجا درست حرف زدند و کدامی از فکر جوانان رو دستگیری میکنید؟ مرحبا. واقعا امروز پاندمی که در سراسر جهان گویم خطا نمی کنیم فرا گرفته است. نگاهی جوانان از نگاهی شخصایی که بزرگ هستند فرق دارد و من گفتنیم به سوال های شما که پاندمی به ما چی سبق داد. ما یک چیز را یادرس کنیم که ما سبق از زندگی گرفتیم، چون که وقتی که سبق از زندگی میگیرید شما به قدر همه چیز میرسید، هم به قدر پیوندان، هم به قدر خیش، هم به قدر فرزندان، هم به قدر جمعیتی که من و شما زندگی میکنیم و فعالیت میبریم. و من گفتنیم که امروز نگاهی جوانان اوید پاندمی خیلی روشن فکر امروز بیان کردن. دختری که امروز شهلا خان برآمد کرد که گفت که خیال کردم که در خطای پیدا میشود و در دهه نمی بیاید. من این رو البته طرفداری میکنم، چون که نه همه میدونند که این چگونه کسلی بود. نمیدونستیم که چگونه تا این درجه پیوندان ما رو، نزدیکان ما رو، عزیزان دلی که برای ما امروز در گرد و اطراف ما نیستند بسیار سبق زندگی گرفتیم. و من فکر جوانان رو دستگیری کرده گفتنیم که اون غمخوری هایی که امروز از طرف دولت می شود، گرفتن واکسینه ها، ببر کردن نقاب های طبی، استفاده بردن محلول های بی‌ضرر کننده، امروز این برای ما همچون راهنما، همچون یک چیز ضروریه که به این چیزها ما نمیتوانیم که از ورطه این بیماری برآمده باشیم. و من اینچنین یک چیز را گفتنیم که برای چی ما امروز در بعد پاندمی به قدر بسیار چیزها رسیدیم. بزرگان میگویند که تا پیر نگردی ندانی جوانی، تا تشنه نمانی ندانی که آنان چیست. برای همینم همیشه وقتی که ما یک چیز را گم میکنیم بعد به قدر آن میرسیم. لیکن حکمت زندگی این است که ما باید که تو گم کردن به قدر آن برسیم. تشکر معلم. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب تشکر. بچه عزیز، کی پس از پاندمی بیشتر به مادرش، پدرش، دوست داشتهش، همسرش، پیوندانش، نزدیکانش زنگ زدن رو آغاز کرد؟ هست بین شما همین گونه نفرانی که بیشتر زنگ میزنید تنها برای حال پرسی، بهانه تنها حال پرسی است، یا اینکه نه؟ کی مثلا بیشتر زنگ میزنه؟ همین گونه حالت هست؟ مثلا پیشتر چگونه بود و امروز چگونه است؟ پیشتر هم ما یعنی با پدر و مادر دائما در علاقه بودیم، به واسطه تلفن گفتگو میکردیم و هنگام پاندمی که ما در شهر خجم بودیم و خانواده ما در ناحیه بودن، ما بعد از کار یا پیش از کار هر لحظه که
وقت میافتیم فرصت میافتیم آنها را غنیمت دانسته با آنها در گفتگو میشدیم. امروز چی؟ امروز هم مثلا بیشتر زنگ میزنید یا اینکه همین گونه حالت اول برگشت؟ نه امروز هم همین گونه هر صبح و هر لحظه که وقتی خالی آبیم آنها را غنیمت شمرده از حال آنها با خبر میشیم. به دیداربینی هم میروید؟ به دیداربینی هم میرویم. تشکر. خب جوان عزیز باز کی چی یگان الهه دیگر هست؟ مثلا کی بیشتر محبت اهدا کردن را آموخت؟ بله من بسیار چیزها را آموختم در این پاندمی و بسیارتر من در روزهای استراحت به خانه بیبی بابایم رفته آنها را به خبرداریشان میرفتم و باز خواهر من نیز در شهر دوشنبه تحصیل میکند و من بسیارتر با آن کس با تلفن صحبت کرده حالپرسی می نمایم. تشکر. خب بیاید سوال رو برای شما این گونه بگذار کنیم. وقتی که ما رو محدود کردن گفتم ممکن است که محدود نگفتن که در خانه نشینید. همین گونه مرحله بود که ما در خانه نشستیم و به کوچه به ضرورت نبرآمدیم. به فکر شما اون محدود کنی بود یا یگان امکانیت بود برای ما که ما از اون استفاده کنیم؟ کی چی میگه؟ مرحبا. گویم هم محدود کنی بود یا اینکه هم امکانیت دادم هم گویم خطا نمیکنیم. برای آنکه وقتی که ما در خانه می نشستیم یا با کارهای پدر و مادر بسیار یاری می رسوندیم. از بیهوده گشتن مثلا بعضی شخصانی هستند که در طول روز بیهوده گردی میکنند یا از این باغ به اون باغ یا اینکه از این کوچه به اون پس کوچه میگذرند و وقتهای زیاده با پدر و مادر گذراندیم و با کارهای ایشان یاری رسوندیم و اینچنین محدود کنی همین بود که مسافر را نگاه داشتیم و به ضروریت به کوچه یا اینکه بازار نرفتیم. تشکر. مرحمت زیبا شما چی میگید؟ بله وقتی که این هم طرفی مثبت و هم طرفی منفی را دارا می باشد به عقیده من، زیرا وقتی که ما در خانه می نشینیم اون کارهایی که ما در وقتش اجرا نکردیم آنها را می توانیم به پرگی اجرا نماییم. یعنی وقت داریم که با نزدیکان صحبت نماییم و اون کارهایی که ما اجرا نکرده بودیم آنها را اجرا نماییم. اما طرف از جهت دیگر به اعتبار گیریم به بیرون برآمدن محدود گردید. در اینجا حاضر موزیق شدیم. چنین گوییم نیست خطا نمی کنیم زیرا نه آنقدر با خویشاوندان خود علاقه داشته می توانستیم این طرف منفی کار بود. فهمید. تشکر زیاد. مرحمت کی باز الهه دیگر دارد؟ ما گفتیم که وقتی که ما در خانه نشستیم این برای ما امکانیت بود یا اینکه این محدود کنی بود؟ چگونه بود این چیز؟ مرحبا. منفیت بخش بود برای هر یک کس چون که ایلاجی واقعیت پیش از وقوع میگویند به خانه نشستنی همان ما هم به منفیت خودی ما بود. احتیاط کاری بود. تشکر. این طرف مرحبا. از یک جهت محدود کنی هم گویم خطا نمیکنیم زیرا وقتی که همه به خانه می نشیند از جهت اقتصادی نیز پس برود. تا کار نکنیم پول نمی بیاد، پول نباشد خوردن به چیز. برای همین به فکری من محدود کنی هم میشد با از یک جهت برای سلامتی خودمون، زیرا اگر ما به کوچه برویم شاید به این کسلی گرفتار شویم. برای همین از جهت مثبتش هم هست، جهت منفیش هم هست. تشکر. مرحمت شما. به فکر من البته این برای هم جهتی منفی هم جهتی مثبت دارد. مثلا بعضی آدمان اختراعکار یا که عالمان بسیار دانشمندان در خانه نشسته و بسیار چیزهای گوناگون رو اختراع کردن. مثلا خانه نشین ها باشن، خانه نشین ها هم بسیار چیزهای دست و بافنده ها و چیز نفت بافتن، دوزند ها چیز نفت دوختن. از جهت دیگر جهتی منفیش باشد کارگران از کارشون بیکار موندن، خانم نشستن. البته همه طرف منفیت هم داره. فهمید. تشکر. بینندگان عزیز ما رو ترک نسازید، ما پس از بخش رکلام برمیگردیم. بینندگان عزیز این تاک شوی جوانان روبرو است که ما در موضوع پاندمی فکری جوانان را تغییر داد یا نه حرف زده ایستادیم. ادامه این موضوع رو شما شاهد هستید. خب جوان عزیز بیاید من برای شما سوال رو این گونه بگذار کنم. از نقطه نظر روانی یعنی پسیکولوژی، از نقطه نظر فکرانی وقتی که ما در خانه نشستیم چی چیزهای مثبت و چی چیزهای منفی رو ما برای خودمون گرفتیم؟
به فکر من از جهتی مثبیش به شخصانی که به کارهای علمی دست بزدن آنها میتونستن فرصت پیدا کردن که در خانه نشسته بسیارتر آموزن از کتاب ها یا از شبکه‌های اینترنتی استفاده برند و به شخصانی که به ورزش مشغولند یا به کوچه برآمدن نمیتوانستند به آنها از جهتی منفی تاثیر کرد زیرا آنها وظیفه اساسیشان به بیرون برآمده فعالیت کردن بود از خانه بیرون بود. تشکر. خب سپاس. باز هست لوح دیگر عموما همان محدود کنی منفیت بخش بود یا اینکه نه برای ما؟ نه. چرا نه؟ مرحمت شما چرا نه؟ محدود کنی به فکر من منفیت بخش نبود. بوده نمیتواند. این فکر من زیرا 100% محدود کنی نمیشود کو. یک روز نمیبرایم، 2 روز نمیبرایم، سیورم نمیبرایم به بیرون. محدود کنی البته شخصان اگر به کار نروند اقتصادیات دولت پست میشود. کار نکند آدم سطح زندگیش نیست پست میشود. از یک جهت از بیماری به بیماری گرفتار نمیشود و از جهت دیگر سطح زندگی مردم پست میشود. وقتی که کرانتین اعلان شد ما در مکتب میانه میخواندیم. البته ما به درس‌های علاوه‌ای اشتراک کرد نتوانستیم برای داخل شدن به مرکز ملی تستی. باز مکتب رو به پورگی ختم کرده نتوانستیم. تا حاضر ما مسخره میکنن که مکتب چلا خواندگی. فهمو. تشکر. خوب این گروه مرحمت کی چی گفتنی بود؟ راضی هستید با همین اندیشه؟ مرحمت شما. مثلا من میگفتم که من با مهری مادرم بیشتر گفتم ممکن است که سیر شدم. مثال. خب مرحمت. ما گفتن پاندمی اعلان کردن و به کرانتین به خانه نشینیدن گفتن. ما میتوانستیم دانشجویان جوانان سطح دانش خود را بلند کنیم با کتابخوانی مشغول شویم با کارهای علمی ما میتوانستیم مشغول شویم. جهتی مثبت بود. جهتی مثبت بود. و ما میتوانستیم به قدر پدر و مادر بهتر شویم و دانیم قدر پدر و مادر را با نزدیکتر شویم بود. تشکر. هست لوح دیگر اگر نبید باز هم خلاصه فکر شما را با معلم واگذار میکنیم. معلم از فکر جوانان چی خلاصه کردید؟ گفتم ممکن است که محدود کنی چه در اینجا جوانان ابراز کردن هم جهتی منفی داشت هم جهتی مثبت. جهتی منفیش همین که ما بسیاری وقت آن کارهایی که در نقشه داشتیم از نقشه خود کمتر دور موندیم و جهتی مثبت خیلی بسیار است. جهتی مثبت همین که ما به قدر یکدیگر رسیدیم. ما به قدر آزادی رسیدیم. وقتی که از تیریزه های خانه به کوچه نگاه میکردیم با پرنده ها حواسمون می آمد که که ما از این پاندمی آزاد میشیم و همچون پرنده های آزاد باز به زندگی آرامانه خود به زندگی عنعنوی خود مبدل میگردیم. و من به فکر جوانان راضی هم هستم به فکر بعضی آنها که کتاب مطالعه نمودیم، دانش انداختیم، به مهر و پدر و مادر سیر شدیم و یک جهتی مثبتش گفتن ممکن است که امروز جوانان ما نتوانستند که تا آخر مکتب بچه ها تا آخر دانش کافی خودشان گرفته باشند. و چه خیلی که شما در اینجا قید کردید در قطار سلسله چاره‌بینی هایی که در وقتی پاندمی در دیگر کارخانه ها در دیگر مؤسسه ها تشکیل کردن، در فاکولته بیولوژی و شیمی هم در نزد کافتری کاری طبی بیولوژی یک زمره یک گروه جوانان رو تشکیل کردیم و از داخل آنها ولنتیرانی که اوید این کسلی معلومات دارن، اوید این ویروس معلومات دارن، یک گروهی کلانی تشکیل کردیم که به دیگر فاکولتیت هایی که غیر اختصاص هستند و از این کسلی تا آن زمان بسیار معلومات نداشتند رفته در نزد آنها همچون لیکتر همچون ولنتیر برآمد کرده کارهای فهماندهی کردند و بودن آن دوره هایی که آن وقت هایی که
худи омӯзгорони факултети биология химия дар кӯчаҳо рафта, дар бозорҳо рафта, дар муассисаҳои савдо рафта корҳои фаҳмондидагӣ гузаронданд ки хаёл мекунам ё фикр мекунам ки ин тарафи хуби масъала буд. ва ман гуфта метавонам ки дар оянда боз мо кӯшиш мекунем, мо ғайрат мекунем, мо итминони комилам дорем ки виҷдони поки ҷавонони мо имрӯз метавонад гӯяд ки мо ҳамеша тарафдори давлат ҳастем. мо гулгулшукуфии мамлакати худро мехоҳем ва ҳамеша мехоҳем ки тоҷикистони мо ба пеш бошад. ташаккури зиёд маълума. сипос. хуб ҷавони азиз, биёед суолро барои шумо ин гуна вагузор кунам. мо гуфтем аз тағйироте ки дар зиндагии мо шуд. мушкили дар чист ки то ҳол мо баъзе аз қоидаҳои оддитаринро ба монанди даст шустан дар вақташ, ба монанди ниқоб пӯшидан дар вақташ, ба монанди риоя кардани масофа ву ғайра ву казо ҳатто дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ то ҳол риоя намекунем. махсусан мо ҷавононро ман дар назар дорам. чаро? масалан гуфтам мумкин аст ки ба пуррагӣ барои мо сабақ нашуд. зебо. ба фикрам ин аз бемасъулиятӣ, яъне эътибор надодан ба худ ва ба ҷамъият. агар як ҷавон дар фикри худ ва дар фикри дигар ашхосон мешуд ва фикр менамуд ки ман як худам метавонам тамоми ҷамъиятро бо ҳамин беморӣ сирояткорона, яъне як ҷамъиятро вайрон намоям бо як напӯшидани ниқоби худ. ин ашхос чунин кору рафторро иҷро намекард, яъне дар вақташ ба гигиенаҳои шахсӣ риоя менамуд ва метавонист ки ҷамъиятро аз ин беморӣ кам миқдор бошад низ эмин нигоҳ дорад. фаҳмо, ташаккур. марҳамат. ман низ фикре дорам ки масалан он шахсоне буданд ки худашонро аз дигарҳо гӯем манманӣ мекарданд, масалан ба қоидаҳо риоя намекарданд ё боварӣ надоштанд ки ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд, чунки онҳо ба худ мумкин аст итминони калон доштанд ё ки ба гигиени шахсии худ аз аввал риоя мекарданд. ташаккур, ман шуморо фаҳмидам. хуб, марҳамат. боз чӣ илова? дар урфият мегӯянд моргазида аз ресмони ало метарсад. шахсе ки ба ин беморӣ гирифтор нашудааст нисбате ки шахсе ки ба ин беморӣ гирифтор шудааст бисёртар эҳтиёткор мекунад шахсе ки гирифтор шудааст ва шахсе ки гирифтор нашудааст эҳтиёткориаш камтар аст. барои ҳамонам камтар ниқоб истифода мебаранд. яъне ки ӯ бемор нашудааст ва дарк намекунад. ҳам бештари ҷавонон гирифтор намешаванд ва кашонандаи ин беморӣ ба ҳисоб мераванд. ҷавонон фикр мекунанд ки ба ин беморӣ гирифтор намешаванд, аммо онҳо не, наздикони онҳо гирифтор мешавад. ташаккур. аммо чаро масалан бале вақте ки ман гирифтор нашудам, дуруст аст, ва ман гирифтор ҳатто нашавам ҳам, бо ҳамин гуна гуфтам мумкин аст ки духтурон барои ман гуфтанд ки ту гирифтор намешавӣ, организми ту ҳамин гуна сохта шудааст. аммо яке аз шиноси ман, яке аз пайванди ман гирифтор мешавад ку чаро барои ман сабақ нашавад? ҳамин нашуд ё ин ки барои баъзеҳо гуфтам мумкин аст ки аз ҳар як авлод ё аз ҳар як деҳа ё аз ҳар як маҳалла минтақа нафаре буд ки даргузашт ё нафаре буд ки ба бемории шадид гирифтор шуд, ҳарчанд ки табобат хӯрд. не чаро он сабақ нашуд барои мо ба фикри шумо? масъулият ҳис накардем. хуб бачаҳо, чаро ҳамон масъулиятро мо ҳис намекунем? аз куҷо манша мегирад ҳамон бемасъулияти мо? ҳамина ман мехоҳам фаҳмам ки мо гуфта истодем ки мо бемасъулият ҳастем, шояд ки як андоза. пас суол ин гуна аст ки чаро охир сабақ намешавад? чаро мо масъулиятро ҳис намекунем? аз куҷо манша мегирад ки мо масъулиятро ҳис намекунем? чаро дарс намешавад барои мо? дар аввал вақте ки пандемия сар шуд, ниқобҳои яккарата пӯшиданро оғоз ба ҳама ҳатмӣ донистанд. дар бисёри ҷавонон ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида бо аксҳои хандовар мисол ба ҳазл кашидан ба мушҳо ҳамон ниқобҳои яккарата пӯшонида дар акс гуфтанд ки гӯшҳоятон мисли ҳамин гӯшҳои муш мешавад ва ҳама ба таври ҳазловар инро қабул карда бисёро ва ин ниқобҳоро намепӯшиданд. ташаккур. хуб, ман боз ҳам нафаҳмида истодам ки чаро мо бемасъулият ҳастем. биёед аз ин ҳарф занем. чаро масалан ман бемасъулият ҳастам ба фикри шумо? барои ин ки мо ба ҳаёти солим одат кардем, баъзан вақт мешавад ки ниқобҳоро фаромӯш мекунем ё шустани дастҳоро фаромӯш мекунем. аз ҳамин сабаб ҳоло аз ҷиҳати масъулият нашинохта намешавад.
اما بسیارتر ما به حیات سالم عادت کردیم. فهمو، یعنی مطابق شدن مشکل است. از این زندگی به این زندگی مطابق شدن مشکل است. از یک گفتم ممکن است که از یک حالت به حالت دیگر گذشتن، به حالتی نو. خوب باشد باز هست لای دیگر. من بسیاری جوانان مثلا به مسئولیت رو حس می‌نمایند چون که آنها مثلا نقاب‌های طبی استفاده نمی‌برند. من برای آنکه آنها چون عقیده به خود پیدا نمودند که وقتی که امکانی اهالی سر می‌شود واکسن ها که دریافت می‌نماید بر ضد پاندمی از امکانی می‌گذرند آنها در خود چون عقیده پیدا می‌کنند که وقتی که من واکسن نمی‌گیرم من به این بیماری گرفتار نمی‌شوم گفته فکر و خیال می‌کنند و استفاده نقاب‌های طبی را استفاده نمی‌برند و چون فکر می‌کنند که من به این بیماری گرفتار نمی‌شوم که این نیز از طرف جوانان این بی‌مسئولیتی است. یعنی سبب این شده میتواند که این اندیشه آنها. خب هست لای دیگر؟ باشد. خب باز چی لای دیگر هست بچه ها؟ خب معلم اشفاق شما برای ما میگید که چرا مثلا نسبت به کلانسال ها مثلا کلانسال ها برای ما همیشه تاکید میکنند که شبکت پوش، لباسی گرم پوش، لباسی تنوگ نپوش، دست رو شوی، این کن وای کن حتما برای ما تاکید میکنند. اما ما نه همیشه مسئولیت رو حس میکنیم. به فکر شما چرا همین گونه است؟ مسئولیت شناس بودن و مسئولیت شناس شدن من فکر میکنم که 40% شیرازی میگن بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر ما در خود تربیه مسئولیت شناسی داشته باشیم، چه شما میدانید سمت تربیت در تمام مؤسسه ها در تمام هم مکاتب های میانه هم مکتب های عالی هم دانشگاه از حسابی از روی قانون کنسپت ملی تربیت برآمده شده است و در آنجا یکی از رکنهای اساسی آن تربیه مسئولیت شناسی است. من فکر میکنم که آن جوانانی که در مکتب میانه در دانشگاه ها تحت همین رکن کنسپت تربیت مسئولیت شناسی کار و فعالیت عمل میکردن خیال میکردم که یک خودشان رو نه جمعیت رو فکر میکردن. چون میگن اگر انسانی که آینده خودش فکر میکند، اگر انسانی که نبیره فرزندش رو نزدیکان خودش را فکر میکند، این انسان یکی از انسان‌ها یکی از طایفه شخصانی باشند که به طایفه شخصانی مسئولیت شناس مثال میشن. امروز من به جوانان به فکر آنها کمتر راضی هم نیستم که مثلا میگن که مسئولیت شناس بودن مثلا فقط نقاب نکردن و آنتیسپتیک استفاده بردن نه. انسان غیر از پاندمی هم بیرون از پاندمی هم مسئولیت شناس باید باشد. امروز نگاه جوانان به مسئولیت شناسی من خیال کردم در اینجا فکر اینها رو گوش کرده اینها کمتر از این مسئله دورتر رفتن. چون که مسئولیت شناس بودن این دیگر چیز است. مسئولیت شناس بودن به قدر همه نعمت های زندگی رسیدن. تنها با پاندمی فقط با پاندمی این رو چی میگه آمیخته کردن نه. مسئولیت شناس بودن انسانی که در حیات مسئولیت شناس است در دیگر رویه های حیات هم خود در پاندمی باشد، خود درس باشد، خود کار باشد، خود فعالیت باشد، همیشه و این مسئولیت شناسی خودشو چی میکنه؟ همیشه عمل میکند با امین رو. چون که مسئولیت شناسی بودن فقط با پاندمی ما جوانان رو مسئولیت شناس کردن نمیتونید و باید که تربیه از مکتب باشد، از عائله باشد که چگونه باید که انسان مسئولیت شناس باشد. تشکر زیاد معلم. تشکر. خوب. تشکر. جوان عزیز یکی از رکن‌ها گفتن ممکن است یکی از چیزهای خیلی مهم در زندگی ما این وقت است. زیرا که زندگی ما از وقت عبارت است، از انها ثانیه و دقیقه ها عبارت است. پس از پاندمی که گفتم ممکن است که جوان و پیر را با خود برد، مناسبت ما با وقت، با تقسیمات وقت تغییر خورد یا اینکه نه؟ ما بیشتر قدر میکردگی شدیم وقت رو یا اینکه نه؟ فقط واقعی جواب گویید. ممکن است.
ما بیشتر وقتی خود را نه آنقدر قدرشناسی میکردیم. بعد از آن که پاندمی ما دیدیم چگونه است به وقتی خود اعتبار ظاهر دادن را یاد گرفتیم. گفته میتوانیم که اون لحظه هایی که از حیات ما میگذرد آن را قدردانی کردن را آموختیم. و اون چطوری که بزرگان میگویند وقت آبی روان است، میرود و بر نمیگردد. از همین ما سبق گرفتیم که وقت ما اشخاصان باید هر یک ثانیه که ما داریم آن را با ثمرناک استفاده بریم و اون خویشانی که ما داریم، اون اشخاصانی که با ما نزدیک هستند، آنها را با سخنان خوب، با تمکین دل آنها را گیریم. تشکر. خب آیا واقعا هم همین گونه بود که مثلا ما به قدری وقت امروز میرسیم بعد پاندمی؟ ما در پیش هم برای پیش از پاندمی نیست به قدری وقت میرسیدیم. و در وقت پس از پاندمی هم میرسیم؟ پس از پاندمی هم میرسیم، به قدری وقت کوشش میکنیم که برسیم. تشکر. خب دو فکر مختلف، کی روزی هست کی روزی نیست. مثلا یکی میگن که ما همه وقت میرسیدیم، یکی میگن که بعد پاندمی بیشتر رسیدیم. من میگم که حالا هم ما نمیرسیم. شما چی میگید بچه‌ها؟ خب به فکر من پیش از پاندمی بسیارتر آدما به کار مشغول بودند. آنها فقط فکرشان کار بود، پول بود. آنها نسبت به عائلهشان، نسبت به خویش تبارشان، سلامتی خود آنها به قدر آنها نمیرسیدند. در وقتی پاندمی همه فهمید که ما باید به قدر یکدیگر برسیم، بسیارتر خویش تبار را از حال پرسی کنیم که روزی میشود که آنها را در نمیابیم. تشکر. خب باز کی چی میگه؟ ما میرسیم به قدر وقت امروز؟ بله درست. پاندمی به اکثریت ما ثابت کرد که ما به قدر نزدیکان خود برسیم، چون زیاد نفرانی هستند که نزدیکان خود را به اثر این بیماری از دست دادن. برای همون هم پاندمی به ما همین سبق رو داد که تشکر. خب درست قطع کردن باید من از این پاندمی به چنین خلاصه اومد که باید هر کس که وقت را ثمرناک استفاده برد و من از این نقشه های مقصد گذراندم که از وقت رو با ثمرناک استفاده برده در آن رو در همین اون نقشه هایی که من عمل اجرا کردم و اجرا باید که اجرا نمایم، باید نه تنها از این مقصدها تنها آن رو ثمره در آینده چی کار میکنم و چی میشوم. دوران خود رو طرح‌ریزی کردید؟ بله در آینده چی میشتی که من رو فکر کردم. تشکر زیاد. تشکر. خب معلمه، چون شما با جوان ها کار میکنید، بیشتر هم درس میگوید هم در سمت تربیت کار میکنید، آیا پس از پاندمی واقعا هم با وقت فکر جوان ها کمی هم باشه تغییر خورد یا که نه؟ به فکر شما چی مشاهده کردید؟ یک چیز رو اگر یادداشت کنم ممکن کمتر تمسخرآمیز شود و خنده‌آور شود. وقتی که ما در فاکولته یا بیرون از آن چاره‌بینی ها میگفتیم که جلب شوید، دانشجویان کمتر سرکشی و کمتر دلگیر شدن خودشان رو بیان میکردن. بعد از آنی که پاندمی شد، بعد از آنی که از بسیار چیزها محدود شدن، گفتن چاره‌بینی کردن ممکن نیست، مثلا یا تئاتر رفتن ممکن نیست، دانشجویان گفتن که کنی آن روزهایی که شما ما رو به چاره‌بینی دعوت کنید یاد کردن. من گفتم که انسانی که زندگی را دوست می‌دارد، انسانی که معنی زندگی را به طور باید و شاید نه، به طور چی گویم اصیل اهمیت می‌دهد، این چیز را درک نمی‌کند. لیکن من یک چیز را گفتنیم که وقت از همه چیز قیمت‌ترین است. شاید این صحبتی که ما امروز کنیم فردا نباشد، شاید فردایی که ما میابیم امروز نباشد. برای همینم وقت از همه قیمتترین نعمت است. برای همینم من به جوانان گفتنیم که هر یک دقیقه خود را، هر یک ثانیه خود را ثمرناک استفاده برید. چون که امروز در جوانی اون فعالیت هایی که، اون ثمره هایی که، اون کارهایی که اجرا میکنن
در آوان پیری نوجوانی و میان سالی کردن نمیتونه. باید که امروز ما به قدری فردا رسیم. بله. تشکر. تا دیروزی ما نباشد. تشکر. سلامت باشید. تشکر. خوب، تشکر زیاد. جوان عزیز، این آخران سوال می شود برای شما، این خلاصه های شما هم می شود. پس از این برنامه، اون پس از پاندمی، ما مناسبت ما باز هم بیشتر تغییر میخورد یا اینکه ما باز چی کارها رو به نقشه داریم، چی کارها رو انجام میدهیم و همچنین با اون نفرانی که حالا ما رو از مانیتورهای خود میبینند، با همسبقان خود، با همسین و همسالهای خود، شما چه گفتنی ها دارید در انتهای برنامه؟ با خاطر که برنامه تنها برای معلومات باقی نمونه. مرحبا. من میخواستم که به اون اشخاصانی که ما رو تماشا میکنن یک سخنان رو بگویم. چطور عقیده ها مول بودن و هر یک اشخاص فکر خود رو بیان نمود و گفتن که تا از سر نگذارد ما نمیدانیم، قدر یک دیگر رو نمیرسیم. بیایید اون وقتی که ما حاضر داریم، در دست داریم، اون اشخاصانی که در نزد ما هستند اونها رو پاس داریم، با اونها اعتبار ظاهر دهیم. اقلا یک سخن خوش با دل آنها چگونه فورا میرسد. از این رو من به جوانان مصلحت میدهم که وقتی خود را ثمراناک استفاده برید به آن قاعده هایی که از طرف دولت به ما جوانان روانه گردیده است، نه تنها به تمام مردم جمعیت روانه گردیده است، به اهمیتی ظاهر ننماییم. تشکر زیاد. من باشم به بینندگان چنین گفتنی دارم که چنانه که از قدیم الایام میگویند یا اینکه در سخنی خلق است، طبیب هر کس این خودش است. برای همین ما که از این چنین خلاصه برمیآید که طبیب هر کس خودش است، یعنی پیش از آن که به یگان بیماری گرفتار شود باید چاره‌های پیش از به آن بیماری گرفتار تا اینکه به آن بیماری گرفتار نشود عمل نماید. برای همین از پاندمی ما چنین خلاصه برآوردیم که هر چقدر که ما توانیم مسافر را نگاه داریم، به ضروریت به جایهای جمعیتی نرویم و همیشه توانیم از نقاب‌های طبی استفاده بریم و گیگینی شخصی خود را رعایت نماییم. تشکر. مرحمت، در چی خلاصه ها هست اگر باشد مرحمت بچه‌ها؟ در آخر به جوانان پیشنهاد می‌نمایم که به قدر زندگی خود برسند و یک چیز رو فراموش نکنند که احتیاط نصف حیات. تشکر. مرحمت، کی هست با از اینجا؟ شما. در آخر من به جوانان مسئله میدیم که باید احترامی خود برای پیشگیری خود و خویشاوندان خود باید آنها واکسین یعنی امگذرانی گیرند و چه خیلی که در تاجیکستان 60% اهالی امگذرانی کرده شده است، ولی آنها باید باز واکسین گیرند و خویشاوندان و نزدیکان خود را از این بیماری حفظ نمایند. تشکر زیاد. مرحبا. است چون که اگر مثال در جهان یک نفر بیمار شده باشد هم این معمای اهل بشر به حساب می رود، زیرا سعدی می گوید تو که از مهنتی دیگران بیغمی نشاید که نهند نامت آدمی. برای همون هم گرفتار نشده باشند هم احتیاط کاری خوب است. تشکر زیاد. خب تشکر. خب معلم، من خوش میکردم که شما خلاصه خود رو گوید، زیرا که فکر شما برای بیننده های ما برای ما مهم است. من فکر میکنم که تا اون وقتی که این کسلی در روی جهان است، تا اون وقتی که ما رو این پاندمی فرا میگیرد، خلاصه برداری کردن مشکل تر است و من تا اون جایی که میدانم، تا اون جایی که برخوردار هستم، امروز تمام دولت ها، تمام شخصانی که به این کسلی گرفتار شدن، یک قدر باشد هم از اون شخصایی که به این کسلی گرفتار نشدن به قدر بسیار چیزها رسیدن و میگویند که اگر ما خواهیم که در آینده زندگی آسوده، زندگی که مثلا در آنجا فقط صحت سلامتی هست، چون که یکی از نعمت‌های بزرگی که ما امروز برای خودمون گرفتیم
این سلامتی است و من از آن خلاصه برداری میکنم و فکر جوانان رو جنبش کرده گفتنیم که ما از آن که مثلا ما واکسینه گرفتیم، از آن که ما ایمنیتی بلند داریم، از آن که ما بیمار نمیشویم، از آن که ما به تهلکه نمیافتیم، این چیز را برای خدا ما خلاصه کردن ما لازم نیست و ما همیشه دانستن ما در کار که ما همیشه احتیاطکار باشیم، ما همیشه با یکدیگر فهمانده دهیم که این کسلی، این بیماری همیشه در گرد و اطراف ما است. با گرفتن واکسینه، با گرفتن مثلا اون سوزنداروهایی که برای گرفتار نشدن به این کسلی، ما باید که آرام نشویم. ما باید دانیم که خودی ما اگر بیمار نشویم فرزند ما هست، خودی ما بیمار نشویم پدر مادران ما هستند. چون که اگر ما پدر مادری خودمون عزیزای خودمون از دست دهیم، اگر خیال میکنم که ما خودمون از دست دادگی بریم میشه. و امروز از فرصت مناسب استفاده برده با اون شخصانی که اینها رو عزیزان دل میگویند طبیبان مراجعت کرده گفتنیم که امروز شما هستید و جمعیت ما بسیار از این ورطه بیماری آزاد است و من از زبان شاعر برای هر یک طبیبی که برای خدمت خلق شب و روز مهنت میکنند گفتنیم که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامتی آفاق از سلامتی توست، به هیچ آرزه شخصی تو دردمند مباد. تشکر مانیم. سلام علیکم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، این برنامه روبرو، این تاکشوی جوانان روبرو بود که ما روبرو با شما حرف زدیم در موضوع پاندمی. فکر جوانان را تغییر داد یا اینکه نه؟ در برنامه دانشجویان از فاکولته بیولوژی و شیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов اشتراک نمودند. فکر جوانان را کارشناسی نمودند. نامزد علم‌های پداگوژی معاون دکان اوید با کارهای تربیه فاکولته بیولوژی و شیمی سیدزاده مشرف سعید، خوش آمدید میگم. تشکر که وقت جدا کردید همه شما رو. تشکر زیاد. خب در انتها من میخوام برای شما قصه کنم بینندگان عزیز. یکی از همشیره‌های تیپ که در بیمارستان سرطان شناسی زیاد از 50 سال فعالیت نمود در غرب، به همه بیمارانی که در دم مرگ بودن یک سوال میداد: در زندگی بیشتر از چی افسوس میخورید؟ و فایز زیادی جواب ها این گونه بود که من از آن افسوس میخورم که به عائله خود، من از آن افسوس میخورم که به نزدیکان خود، من از آن افسوس میخورم که به دوست داشتگان خود، به پیوندان خود بیشتر وقت صرف نکردم و بیشتری مورد همه وقتم را به کار برای دریافت کردن این مبلغ به کار صرف کردم و از پیوندانم، از نفرانی که دوستش می‌دارم سیر نشدم. بیشتری جواب‌ها این بود. فکر می‌کنم که این خلاصه برای فکر کردن می‌باید ما روبرو با شما گفتیم، ما خلاصه هایمون رو گفتیم، باز هم خلاصه درست از خود شما از بیننده عزیز. این روبرو بود. تا روبروی دیگر خیر.